استاد نفر در همین چت پرسیدن که گوسفندی که به نیت قربانی گرفتن احتمال است که باردار باشد، آیا قربانیش کنن یا نه؟ اصلا قربانی کردن اگر حامله باشد اجازت است. برای چی؟ برای آنکه پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که زکات الجنین زکات امه، یعنی حلال کردن جنین حلال کردن مادرش است. گفتند یعنی وقتی که مادرش رو حلال کرده بسم الله الله اکبر گفتید، همین برای همون کودکش هم کفایه هست. گفتند این حدیث دلالت میکند که یعنی ذبح کردن حیوانات حامله دار اجازت هست. برای چی؟ برای آنکه اگر همین کار اجازت نمیشد پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که آخر چا میکنی این خلای قربانی کرده؟ نکن میگفتن. چه خیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گوسفند اخته کردگی را خریدن، اگر اخته کردن اجازت نمیشد نمی خریدن. برای چی؟ برای اینکه اخته کردن حرام باشد پیامبر صلی الله علیه و سلم به آن آدمی که همین گناه کرده است یاری دادن، یعنی از وی خریدن، اقرار کرده. هر وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم در مدینه گوسفند میکشتن البته گوسفند اخته کرده شده رو میخریدن، یعنی شرط نیست این، ولی این بهتر است. اگر کسی امکان داشته باشد اخته کرده رو خرد خوب است، چون که وی گوشتش هم بو ندارد و گوشتش بسیار خوشمزه هست و فربه هم هست. این دلالت میکند که اخته کردن اجازت است. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دنگی کسی اگر مادرش را زکات کند یعنی حلال کند جنینش هم حلال شد گفتند، این دلالت میکند که حامله دار ذبح کردن ممکن است، اگرچه این کار بهترش که این کارو نکند. مثلا وقتی که در بازار گوسفند خریده نمیشه کوشش کنید گوسفندی باشد که حامله دار نباشد. اولش اینکه کوشش کنید که مثلا نارینه باشد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم بکبشین دو گوسفندی نارینه گوسفند قربانی کردن. مقصد بوز نه، بوز هم اجازت است ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم گوسفند. حالا میگه 8 صفت قربانی پیامبر صلی الله علیه و سلم شاید در دیگر صحبت‌ها بیان کنیم. یعنی که این اجازت است، اصل اجازت، هیچ گپی گناه نیست. لیکن در وقت خریدن کوشش کنید این خلای نخرد تا اینکه وای بگذار سبزت بگذار تولد کنه یک گوسفند زیاد شود، این خوب است. الله اعلم.